سلام و تبریک به همه هموطنهای خوب و بامرام خودم. تبریک به خاطر جدیدترین مشتی که به سمت فک عظما و شیخ بری پرتاب شد و دکور صورتشون رو حسابی به هم ریخت. منظورم این مشته. مجمع عمومی سازمان ملل با تلاش کانادا قطعنامه‌ای ضد ایرانی در زمینه حقوق بشر به تصویب رساند. این 12مین بار در 12 سال گذشته است که کانادا قطعنامه حقوق بشری ضد ایران را پیگیری می‌کند. کانادا مبنای این قطعنامه غیر الزام‌آور را گزارش‌های ضد ایرانی احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل قرار داده. فردی که گزارش‌هایش را از اظهارات ضد انقلاب انتخاب می‌کند. رو که نیست، سنگ پای قزوینه. بابا اصل تیرکمون که نیست هر غلطی خواستید بکنید. بعد هیچکی هم نفهمه. حیف نون نقض حقوق بشر تو ایران که دیگه گزارش و تنظیم نمیخواد. الان دیگه اهالی بورکینافاسو هم از وضعیت وحشتناک حقوق بشر تو ایران با خبرن. حالا شما هی مثل کلاغ سرتون رو بکنید تو برف و قارقار اعتدالی سر بدید. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان هم استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل را محکوم کرد و گفت ایران شکلگیری، تصویب و محتوای چنین قطعنامه‌هایی را از اساس مردود می‌داند. از اساس مردود می‌داند؟ اگه از اساس مردود می‌داند پس التماس این دایناسور عمامه‌دار برای چیه؟ ببین تو نمایش جمعه سر همین قطعنامه چه جلد و بلزی میکنه. تا کی میخواهید در مورد ایران اینقدر دروغ بگید؟ دروغ بگید که ایران حقوق بشر رو مراعات نمی کند و حامی تروریست است. این دروغ‌های شما همین حالا داره مشخص میشه، روشن میشه و شما رو داره رسوا میکنه. آره همین حالا مشخص شد. اصلا کی گفته ولی امر مسلمین جهان تروریسته؟ تو عمق استراتژیکش هم هرچی هست صلح و صفاست. سپاه قدس هم کارش اینه که حقوق بشر رو با اضافه حقوق بده دست خلایق. آقا اگه دروغ و ناق بود الان این موحدی کرمانی وسط نمایش جمعه ترکیده بود. قبول دارید شما؟ هیئت ایرانی به حمدالله بیدار است. میداند آمریکا دشمن شماره 1 ماست. میداند آمریکا تلاش میکند عزت ما را آسیب برساند و تمام درخواستی که مردم ما و رهبر ما و ملت مقاوم ما از هیئت ایرانی دارند که حتما هم عمل می کنند این است: مواظب باشید عزت ایران آسیب نبینه. ببین دجال هاپاپو، اگه منظورت از عزت ایران طلسم ولی فقیه باید بگم کارش از آسیب و این حرفا گذشته. این هیئت مذاکره کننده ای که میگی یه هوا دیر بیدار شده، اگه قرار بود از عظما مواظبت کنن باید قبل از زهرخوری میکردن، نه الان که ولی فقیه دمر افتاده. الانم یا باید با همین خیزک التماسی تا ته زهرخوری برید، یعنی زهر حقوق بشر رو هم بخورید، یا هم عقربه رو بچرخونید سمت بمب و حاره و اینا. تو هم جای این نسخه ها فکر یک کار نون آبدار تو موزه عصر حجر باش، اونجا بیشتر کارایی داری. Chicago.